امام بخاری رحمه الله کتاب کرد، باید وزیر او مردم می بود، باید چی می بود؟ نماینده او مردم می شد. مردم بخارا باید در گردنهای امام بخاری گلا را می انداختند. امام بخاری را باید هر کس صدا میکرد که من دخترم میتم، هر کس صدا میکرد باغ و بستان خودم در خدمت قرار میتم، هر کس صدا میکرد که امام بخاری را من میمونایش قدر میتم. اما وقتی که در بخارا از نیسابور وارد بخارا میشه، مردم در برابرش چی عکس العمل نشان میدن. هنوز ما شما سرمایه تکلیف نامده. وقتی که شاگردی امام بخاری را قبول کردیم، باید متوجه باشین حال انتخاب پیش شما. حال آمده شاگرد امام بخاری که شروع میکنه میشی، تکلیف ها پشت سر براتان میه. گل در کسی در گردن تان نمیدازه، کسی قدر تان نمیکنه، کسی بوت نمیخره، کسی چپن نمیخره، کسی تویل تان نمیکنه، کسی دستکای تان مچی نمیکنه. دلکتان جمع باشه. میخوانی نمیخوانی نخوان، یک تان باشه میخوانم، 100 تان باشه میخوانم. درسای ما درسایی هست که کشفش شما دوست نداریم. خب اینی تکلیف از این به بعد شروع میشه. هرچی بخوانی با خودت باشه، نه عملش کنی، نه به مردم برسانیش، نه به مقتدی بگو، یک گپ نمیشه، هیچ گپی نیست و هیچ فایده هم نکرده. یک تکلیف کشیده، کرای رکشا داده، کرای موتورسیکل داده، تیل خریده، که بایسکلت آمده، زحمت کشیده، نشه که باز اونجا اولو تو آیتی را که خواندیم. نه، کمر بسته که بچهش عملی بو که عملی، تا که عملی نکنی هیچ گپ نیست، هیچ خلاص. در مقابل دکاندار که دکان نسازی یک دو ستاره، در مقابلش که دکان ساختی با خارج نه سودای من کم میگم. بیادر این تو یک گپ است. رسول الله صلی الله علیه و دعوت صفا که نداد، هیچ گپی نبود، صادقم بود، امینم بود. وقتی که در صفا برآمد دعوت داد، گفت کاکا تو بیدین هستی، من دفاع شما را کردن نمیتونم. کاکایی که به خاطر ولادت از او خیراتات کرده بود. ابو لهب خیراتگر صحیح شد نه؟ ابو لهب خیرات کرده در ولادت پیامبر سلام. حال کسایی هم در ولادت پیامبر سلام خیرات میکنه، شاگردای ابو لهب است. سنت رسول الله صلی الله علیه و نمیکنه، خیراتا میکنه، ولی به خاطر روز ولادت خبر داری ابو لهب کرده بود.